سلام بچه ها، چطورید؟ به این ویدیو خیلی خوش اومده عشقای من. صدا قطع نشده بود، من حرف نزدم. اگر این ویدیو تا آخرش خوشتون اومد لطفا لایکش کنید. اگر تا الان چنل منو سابسکرایب نکردید حتما چنل من سابسکرایب کنید خوشگلم. اگر این ویدیو خوشتون اومد لایکش کنید، خوشتون نیومد تو کامنت ها فوش بدید. بچه ما پشتمون رو همطور که میبینید انگار یه چی درست شده. نه اون تم زشتی که دیدید این وسایل فارم شوگرکینیه که قراره تو این قسمت درستش کنیم. بریم سراغ فارم. خب بچه ما بذار اول بیایم این فرنیسی که اینجا درست کردم و بهتون نشون بدم. این همچین چیزی شد، اون موقع خیلی زشت بود، الان که خوشگل‌تر شد. این فرنیشه چقدر باحاله. اینو من از روی ویدیوی مارتین کرافت درست کردم، فقط اون خیلی خوشگل‌تره. چیزشو لینک چنل مارتین کرافت و البته من انقدر بزرگ نیستم ولی خب لینکش رو پیدا کنم میذارم دیسکریپشن. خب بچه ما میخوایم یه بیلینگ بلاک استفاده کنیم و اون بیلینگ بلاکی که ما میخوایم استفاده کنیم میخوام از بلاک بامبو باشه، چوب بامبو باشه. پس ما الان بامبو نداریم، مجبوریم که تبر رو برداریم و بریم که بامبو جمع کنیم. آره اینجا بامبو هم هیچی نداریم که بخوایم باش بلاک بامبو درست کنیم. تبرمون از اینجا بر میداریم، تبرمون اینجا نیست. خب اوکی، این تبرمون اینجا دوتا چیز هم داریم. خب بچه ما بریم که بامبو جمع کنیم. بریم اوه همین جلوی داره خونه پر بامبو هم است که. آره خوشگله، اینجا پر بامبوه ما میریم که ماین کنیم. خب عشقای من، ما یه نزدیک چند دقیقه ما اونجا ماین کردیم. ماین که نمیدونم حساب میشه نه. اول ما تبدیلش میکنیم به بلاک آف بامبو. آره دیگه آخرشه دیگه، چیزی نمونده دیگه. خب تمومه، اوکیه دیگه. ما باید بریم فارمو بسازیم. اول ما بیایم اینجا یه ردیف چوب میذاریم تا آخر چوب میذاریم. خب بعدش روی تمامی چوبامو پیستون میذاریم. این هم از آخرین پیستونی که ما گذاشتیم و بعدش روی پیستونامو هر چند تا خواستیم بلاک میذاریم. سعی کنید این بلاکا که میذارید بیشتر از 10 تا نشه، چون امکان داره بامبو انقدر روش نکنید. خب ما یه ردیف کامل چوبا رو چیندیم و رفتم دوباره بامبو ماین کردم. بامبو کندم چون کمی اینجا چوب کم آوردیم و رفتم دوباره بامبو چیدم، کندم، ماین کردم یا هر غلط دیگه کردم که بیام این بامبوها رو دوباره تبدیل کنیم به بلاک آف بامبو و بعدش بامبو پلنگ. خب بریم بقیه این چوبا رو بچینیم، پلنگ ها رو بذاریم. خب حالا باید تمامی پشت این بلاک رو ما بلاک بچینیم. حالا باید روی تمامی این بلاک هامون ابزرور بذاریم. روی پلنگ خب این بلاک های پشت پیستون پایین هم میذاریم و روی تمامی بلاک ها ردستون میذاریم.
رزستورا رو که گذاشتید حالا باید یه سیگنال رو بفرستیم به بالا و با سیمی رزستون تورچی هر کاری میکنید بیاریدش بالا. من با این روش راحت تر بودم. اینطوری این بلاک هم بذارید اینجا و متصلش کنید. همین کار رو بالا اون ورم میکنید. این ورم همین کار رو با این ورم میکنید. خب حالا سیگنال دیمون هم تموم شد. خوابیم. بیلو از داخل شالکر باید برداریم و بریم سیستم جمع آوری رو بسازیم. این از بیل بیاریم دستم اینورتوری و باید این بلاکی چجوری عجیب مای کنیم. بریم سراغش که سیستم جمع آوری رو بسازیم و بیاریم. گوسفنده رو کشتیم. تازه ادوانسمنت پشم خاکستری رو گرفتیم. خب سیستم جمع‌آوریمون درست شد کاملا. اینجام که اوکیه. اومده هرچی انداختیم و حالا باید بریم روی اینجا رو بپوشونیم. بریم که روی تمام اینجا رو بپوشونیم و بیاییم بریم. حالا بامبوهایی که داریم و باید اینجا بکاریم. البته ما بامبو زیادی نداریم. این بامبا اشتباهی اینجا کاشتم. اینم بکریمش. تو بیا. چرا دیگه نمیخوری؟ حالت خوبه؟ اوکی. خب اوکی میریم اینجا. اینو میذاریم اینجا و این دور تا داره مپ و شیشه میذاریم و میریم. خب این هم از این قسمت تموم شد. فقط من این بامبا رو همه رو کاشتم. رفتیم کمی بامبای دیگر چیدیم و بامبا رو کاشتم دیگه. ما اینجا AFK میشیم که ببینیم این فارم سرعتش چطوره. البته فکر نکنم سرعت این فارم خیلی زیاد بشه چون ما این فارم بلند ساختیم. هرچی فارم بامبا کوتاه‌تر بشه سرعتش بیشتر. اینو یادتون باشه. اگر این ویدیو خوشتون اومد لایکش کن. خوشتون نیومد تو کامنت فوش بدید. ساب نکردی ساب کن. عاشقتم. گودبای.